بسم الله الرحمن الرحیم. اوتان ری نادیلا انصاف علی هدایت هستم و برنامه 178 مهندسی جهل رو آغاز می کنم. امیدوارم که با آشنایی با یک کتاب ترک چند ساله که پدران ترک ما برای ما به میراث گذاشتند و از دست دشمنان ترک ها در امان مونده، بتونیم یک مقدار بیشتر در عمق روشنایی تمدن فکری، مکتوب، احساسی، روانی، عاطفی ترک ها عبور بکنیم، وارد بشیم و از هر چقدر که ما در تمدن ترکی غرق بشیم یا وارد عمق اون هر چقدر که تلاش بکنیم، با هر کتابی که تلاش بکنیم، با آشنا شدن با هر کتابی به عمق بیشتری از این تمدن ترک راه پیدا بکنیم، به همون میزان از مهندسی جهل دور میشیم. به نظر من این فکر جدیدی که بهش رسیدم بهتر از اونی که بگیم در زندان مهندسی جهل هستیم و نمیتونیم پاره بکنیم این رو. یک نوع تسلیمیت رو به ما وادار مجبور میکنه، در حالی که اگر به این شکل بپذیریم که با هر کتابی که در مورد افکار انسان ترک در چند صد سال گذشته آشنا میشیم، بیشتر وارد تمدن فکری، تمدن مکتوب، تمدن عاطفی و اخلاقی ترک ها میشیم و از مهندسی جهل دور میشیم و مهندسی جهل در مغز ما جاشو به فرهنگ و تمدن مکتوب، فکری، عاطفی، اخلاقی ترک میده و این به نظر من خیلی تعبیر بهتری از اون تعبیر قبلی هستش. برای این منظور بریم یک کتاب دیگری رو که تازگی دانلود کردیم ببینیم چه کتابی به شانس ما در میاد که امروز بخونیم. دیروز کتاب البیروق شیخ صفی رو ورق زدیم و من یه تعدادی از اون رو خوندم. گرچه این کتاب حدود 700 و خرده‌ای سال پیش، یعنی حدود 800 سال پیش نوشته شده، اما این چاپی که من خوندم، این چاپ جدیدی هستش از اون دستخطای قدیمی، لذا من دستخط نخوندم. برای همین هم به نظرم راحت تر بودم در خواندن این کتاب به زبان ترکی. امروز یه کتاب باز بکنیم، از این سری میگذاریم چون لغت هستش، در 4 زبان. لغت اربعه، نام این کتاب لغت اربعه هستش. در نوشته که 1763، حالا نمیدونم این چی هست اینجا نوشته، ولی من صفحهش رو ظاهرا در پی دی اف 100 صفحه میبینم که در کتاب 200 صفحه خواهد بود. یه مقدار برم آخر کتاب ببینم. آخر کتاب رو گذاشته و بله همون 200 صفحه است، برای اینکه اینجا ما با فهرست کتاب در آخر کتاب مواجهیم و به نظر میاد اگر این رو 1783 فرض بکنیم، یعنی این سال در میلادی 1783 نوشته شده یا به این کتابخونه رسیده. حالا اینجا از این بذار ببینیم اینجا اون نه همینجاست که این مهر رو که اینجا میبینیم، در وسط مهر یک ماه رو میبینیم که این علامت ترکی و اسلامیت هست، ترک بودن و اسلامیت هست. چند تا مهر اینجا خورده که متاسفانه یا خوشبختانه این مهرها متنش کامل دیده نمیشه. ظاهرا هم، حالا من ظاهرا که میگم، ظاهرا این کتاب رو باز کردن، مثل کتاب قبلی هم پرینت نکردن، یعنی ببخشید عکس نگرفتن،
اون قسمتی که وقتی جلد رو باز میکنیم داخل جلد هست، این داخل جلد و همچنین این صفحه‌ای که اینجا صفحه اول هستش اونجا رو عکس نگرفتن. در ما الان که نگاه میکنیم از اینجا به اون صفحه، دوستان ما متوجه میشیم که پشت صفحه یه مطالب بسیار زیادی دستخط هستش نوشته شده. 2 تا مهرم هستش که ما اونها رو از اینجا از این طرف میبینیم، سایه هاشون رو میبینیم، خودشون رو نمیبینیم. و اینجا در اصل صفحه 1 و 2 اون دستخط نویسنده هست. حالا این کتاب دستخط ظاهرا، بذارید ببینیم که اول این رو کتاب رو مثل همیشه وضع ظاهری و شکل ظاهری، وضعیت ظاهری کتاب رو ببینیم. کتاب بدون بسم الله شروع شده، البته نام خدا در. حالا این چیه؟ سوس آدمد انتروپوس. این حالا ببینیم که این 4 تا لغت منظورش این چی هستش. احتمالا یکی از این لغت ها ببینیم، حالا بخونیم ببینیم چی هست. این کتاب یک کادر زده، کادر 2 لایه هستش با رنگ قرمز در اطراف این متنی که نوشته. ظاهرا اول اینها رو خط کشی کردن و بعد نوشتن. حالا اینجا صفحه اول هم میبینیم که یه چیزی این متن این چیز رو خراب کرده، این کادر رو خراب کرده. و در 3 طرف هر صفحه جا برای کسی که بخواد نظرشو بنویسه گذاشته. همینطور میبینیم در صفحه های بعد بعضی از اینجا ما بعضی از کلمات رو میبینیم که با رنگ قرمز نوشته شده تا از متن جدا بکنه و بر اون تاکید بکنه. حالا مثل قافیه ها هم اینگار عروض رو هم اینگار اینجا توضیح داده. حالا ببینیم که چی هستش. بعضی جاها میبینیم که روی کلمات و با رنگ سیاه و رنگ قرمز چیز داده، نوشته گذاشته یا صدا گذاشته و بعضی جاها میبینیم که زیر کلمات شماره گذاشته. این هم جالب هست، این رو باید برگردیم و بخونیم ببینیم که چی هستش. حالا این صفحه من یه مقدار سریعتر میرم. این کتاب دستی هستش. حالا اینجا یه نمیدونم نخ کتاب هست یا یه خطی کشیده شده. اینجا یه خط رو میبینیم، یه خطم اینجا هست، مداده تا نخ باشه، بیشتر مداد بود تا نخ. کتاب خیلی زیبا آرایش شده، خیلی زیبا نوشته شده. اینجا هم فکر کنم شعر از اینجا احتمال میدم، من نمیخونم برای همین نمیدونم که چی هست، ولی نوع نوشتارش جوریه که انگار مثلا شعر و داخل و در اونجا کلماتی که به کار رفته زیرش یا عدد گذاشته و اونها رو احتمالاً توضیح خواهد داد. من برم صفحه 25 و 26 رو الان ببینیم. بریم صفحه اینجا یه جایی تمت رو دیدم. این نگاه کنید، اینجا یه بخشی از این کتاب تمام شد. در اینجا صفحه 28 56 کتاب 28 پی دی اف، این کتابی که اول بود حالا هرچی بود این تمام شد و 2 صفحه 3 صفحه 2.5 صفحه خالی موند و رفت کتاب بعدی. هازا لغت الاربعه تعریف ایدن خانوی فلسکوکی. حالا این هم فلسکوکی این چی هستش و کجاست؟ هازه امثلت لسان العربی و لسان ترکی و لسان یونانی و لسان فارسی. اونی که نفهمیدیم اولش، حالا میخواستم بعدم بگم، احتمالاً همون یونانی هستش که اینجا آورده. حالا کسی هم که اینجا رو نوشته از اینجا به بعد رو اون هم هست. اینجا اولش که کتاب رو معرفی میکنه، نویسنده رو معرفی میکنه و بعد با بسم الله اصل مطلب وارد اصل مطلب میشه. بعضی جاها هم همون سبک حاشیه یا کادر
چرچیوه، توی چرچیوه گاب همش یکیه، گاب چرچیوه این دولایه هستش و داخل اینو مطلب نوشته شده خیلی زیبا و حالا اینجا با لغت ها روبرو هستیم که من اینجا رو حتما این متن رو میخونم برای اینکه تا اینجا خیلی مهمه، در مورد کتاب توضیح میده و از اینجا به بعد فی امثلة مختلفت یونانیه، اینجا در مورد زبان یونانی یه چیزهایی رو مینویسه و بعد توضیحات زیادی در اون باره هستش. حاشیه رو میبینیم، حاشیه زیادی در این صفحه و این صفحه هم حاشیه کوتاهی نوشته شده. بعضی از کلمات مثل گذشته باز با رنگ قرمز نوشته میشه، از متن جدا میشه. مثلا اینجا این رو هم باید بخونیم در مورد قانون، صفحه 43. بذارید من اینها رو بنویسم چون اینها مهم هستن، به خصوص این وقتی سخن از قانون گفته میشه یا بعضی چیزها ارزش اون رو داره که آدم اینها رو بخونه. صفحه یکی بود 28 بود، این صفحه 43 هستش. حالا اینها رو هم تلاش میکنیم که ببینیم چی میگه. یه مقدار سرعتش رو بیشتر میکنم که ببینیم. فی عیوب الانسان، اینجا حالا احتمالاً لغت‌های مربوط به اندام انسان هستش، حالا با نقص‌هایی که داره. حالا اینجا بعد از اینکه 1.5 صفحه می‌نویسه فی کلمات المناظرین، اینم که متناظر یا مناظر هستن. اینجا فی الالوان و الما یناسبها فی اللوازمات الکاتب، حالا اون لوازمی که یک نویسنده نیاز داره. خیلی زیبا نگاه. فی بیان آلات الحرب و آلات العهد الحرب، حالا در بیان لغاتی رو میگه که در زمینه جنگ و وسایل جنگی هستش. اینجا فی بیان حیوانات المونسه، حیواناتی که با انسان رابطه دوستانه و انس گرفته دارن. فی بیان الحیوانات الوحوشیه، اینجا اسامی حیوانات وحشی رو میاره. فی لبن احتمالا فی لبن الیبان و ما یناسب، حالا این الهان احتمالا باشه. فی لبن الهانی و ما یناسب، احتمالا صوت ها و صداها اینجا باشه. فی اسماء طیور، اینجا هم در مورد بالداران بگیم تا بگیم پرندگان، چون مثلا مرغ پر نمیزنه اما بال داره. فی البیت و ما یتعلق، اینجا در مورد اسامی مربوط به خانه و لوازمی که درش هستش. فی لوازمات البیت، اینجا هم اون اسباب و لوازمی که داخل خونه هست. حالا ببینیم این در چه سالی نوشته شده. جالبه که ما از اینجا میتونیم وضعیت اجتماعی اون زمان رو هم بررسی بکنیم. فی پیان الفواکه و الازهار، میوه ها و گل ها رو اینجا در چند صفحه همینجوری داره میره. فی بیان اصحاب الحروف و صنایع، حالا اینجا در مورد اصحاب الحروف یعنی چی نمیدونم و صنایع، حالا این هم صنایع هنری هست چی هست، اینا رو باید برگردیم. البته از نظر نجار و اینها رو که میبینم به نظر میاد که در مورد کارها هست. باب الثالثه رابعت و حروفات و ادوات بیاننده در، لاب ثالث و رابع حروفات و ادوات بیاننده در دیر. حالا از اینجا به بعد داره در مورد جالبه، خیلی کتاب جالبی هست. من این رو سفارش میکنم که همه یه جوری با دقت این کتاب رو بخونیم. اینجا چه بیت دیگر، بیت این شعرها رو گفته. خاتمه نته نصایحی و مکالمه اعدادی بیان در یا اعدادی بیان در، اینجا در مورد آخرای کتاب دیگه داره در مورد اینجا چی هست. بیت 1، بیت 2 الاول از ثانی، اینا اینجوری داره میاد، اشعار رو میاره. و اینجا الخامس مکالمت مستمله
مشتمل احتمالا مکالمتون مشتمل علی امثله و الاجوبه. اینجا مکالمه و گفتگویی است که شامل سوال ها و جواب هاست، مثال ها و جواب هاست. اینجا دوباره میرسه به بیت ها که ابتدای ابیات یونانیه. حالا اینجا در مورد زبان یونانی با الفبای ترکی عربی میگه دیکو. حالا اینجا دیگه چی هست؟ اینجا ما با احتمالاً 4 زبان رو اینجا در یک جا آورده. شمارش اعداد رو در اینجا آورده. من میبینم از 1 شروع شد، الان اینجا 10,000 رو دیدم. و حالا تمت الاعداد و شماره ها بیتون برای شمارها. اینجا کتاب تموم میشه. بله، کتاب در چه تاریخی ببینیم تموم میشه. حالا اگر بتونیم اینجا یک تاریخی از این کتاب در بیاریم. و سلم علی من کان یسأل عنا و سلامی برسان آن کس که می کند ز ما و بیزدن سوال ایدنه سلامımızı تبلیغ ایله کوبشوز روتا اوپوما زناتون شرطاس. حالا اینجا تمت رو گذاشته و متاسفانه تاریخی ندیدیم. حالا اینجا با اون مهر مواجه هستیم، اما اینجا مهر تاریخ زده. بله، 1783 میلادی این کتاب وارد این کتاب ثبت شده در زیر این مهر. یعنی این کتاب رو خریدن. حالا این کتاب دستی هست، قدیمی هست. چقدر قدیمیه؟ اونجا استانبول اونیورسیتسی کتابخانه‌سی. این مهر قرمز کتابخانه استانبول، دانشگاه استانبول هست، ولی این مهری که اینجا خورده و رنگش آبی تیره هست متاسفانه خونده نمیشه که ببینیم در چه جایی این هست. ولی به نظر میاد که دوره عثمانی باشه، برای اینکه ماه و ستاره رو در وسط این دایره میبینیم ولی متاسفانه اون خود چیز رو نمیبینیم. حالا من تلاش میکنم که امروز اون به خصوص کتاب دوم رو زیاد بخونم تا باهاش آشنا بشیم. نام خدادر سهوس. سهوس یونانی احتمالاً همون سهوس، احتمالاً سهوس یا زهوس، سهوس احتمالاً سهوس. نام خدادر سهوس آدم دی آنتروپوس. آدم دی، آدم اسم آدم هم به آدم هم در یونانی آنتروپوس گفته میشه. ایروپیتس پیغمبره هم ملکه آنکلوس. حالا اینجا ترکی یونانیه تا اینجایی که من میبینم. دیر که به خدا ثئوس یا سئوس، البته اینجا ثئوس گفته، ثئوس، و آدم به آدم آنتروپوس، آنتروپولوژی. اینا آدم اینا رو بدونه میتونه الان اون کلماتی که یونانی هست و بیشتر وارد زبان علمی شده بفهمه. ابروفیث یه پیغمبر، به پیغمبر میگن ابروفیث. به ملکه میگن آنگلوس. اورانو اولدی سما، به آسمان اورانو. نزده دینور افتاسما. این نظره دینور یعنی نظری گفته میشه. نظر من اینجوری میخونم، ولی دال زه هستش، این نظر به اون مظر نیستش. ولی خب نظر دینور، نظر دینور به نظر گفته میشه. نظر که میکنیم مثلا برای فلان کسک یا فلان پیغمبر و فلان امام، اون نظر رو نظر دینور نمونه افتاسما احتمالاً. بذار یه ذره بزرگ بکنم این لغت ها
دو تا یه دونه است. گرده یقین هم سما، به گرد جانور گرگ. وقت و زمان در گروس، به گروس هم به زمان گفته میشه. آستور دینول بالدیز، به بالدیز یلدز، ببخشید یلدز یعنی ستاره، یلدز. آستور گفته میشه. مالا مادی بالدیزه، مالامادی یعنی بالدز. حالا بذار ببینیم چیه. گونادادی بالدیزه، دوباره بالدز یه دو تا معنی داره. گونادادی. گوجا مانه دیر یروز، گوجا مانه، گوجالغه حال احتمالا گوجا مانه دیروس، گوجامانه دی یروس. یروس گوجامان، گوجامانه ده، احتمالا دی اینجا ده، گوجامانه دی یروس. فنگاری آیدور ولی الیو دینور گونشه، به گونش چی گفته میشه؟ فنگاری فنگاری آیدور، آی یعنی ماه، فنگاری آیدور ولی الیو به خورشید، گونش الیو گفته میشه. حالا اینجوری هی ادامه میده. ظاهرا اینجا ترکی و یونانیه این قسمت کتاب. بریم یه 5 صفحه بالاتر، صفحه 10 کتاب میشه 5 اینجا، ببینیم چی میشه. اتفاقا یکی از اون جاهایی که اعداد رو دیده بودم همینجا بود و اینجا آورده. بذار ببینیم این چی میشه. از این صفحه به بعد روزو کلدر می بالدر موتو پاتورو بارگات. نه دیگه من اینها رو نمیتونم بخونم، کلن فکر کنم همش اینجا روزود کردولملی گرد دو کلدر ریزوکو دورملی بالدر موتو پاتولو، نمیدونم. خب از اینجا بگذاریم چون من یونانی بلد نیستم اصلا، هم غلط میخونم همین که چیز نیست. میخواستم ببینم این اعداد رو میتونیم یه چیزی باهاش ببینیم. پاراکس، حالا اینجا نوشته پاراکس، بذار ببینیم. ببخشید اینجوریه ظاهرا. اگر برگردم همونجا، من حالا اینجا تا این روز دو کلدی اینجا یکه، تا اینجا ملی 4 گذاشته زیرش، حالا من اینو 4. بالدرمو تو اینم 4 گذاشته، اینجا دوباره 4 گذاشته. اینا احتمالا هم معنی هن. نمیدونم، بذاری از اینجا بریم بیرون. این چیزیه که نمیتونم چی است. مفاعلون فعلون دروش عمله دونگون فإن الجاهلین لهم دار البواری. اگر ناران یا نادان اولورس جهانون تاجداری، اگر نادان اولورس جهانون تاجداری، سنت ما اعتباری گبر ساده چتاری. حالا اینجا به این وزن شعر گفته دیگه، این یه وزن شعر بوده. بحر لمر محبوب یا مخبون ولو تبدو پولی چکدر گلو gündür ای یار. ولو تبدو پولی چکدر گلو gündür ای یار. لغازدر پانی بزدر بزدر الا تا نواسم چناره. نه دیگه اینها رو من هم
شعر و اینا رو بلد نیستم. بریم صفحه 28 PDF از این کتاب خارج بشیم. البته اینجا یه شعر زیبایی هست، بذارین اگر شعر باشه اینجا رو بخونیم. این هم بازم همونه که بحر رجز سالم استکسه نسیا ساتنا پاغو ben gurbete getsem gerek ya ben kimi sersem gerek kim göre bu gözlerim ya ben kimi sevsem gerek dinle benim iki gözüm kim. حالا من دارم این قسمتی که یونانی اونجا رو نمیخونم دیگه دوستان، این قسمتی که ترکیه اونجا رو میخونم. kimle ben falsam gerek, galsam gerek. Hüznün beni aklı eyledi. Hüznün beni aklı eyledi. Ağuyu nuş etsem gerek. آغو احتمالاً فکر می‌کنم زهر باشه. آغویی نوش etsem gerek. آغ معمولاً بهش علاوه بر این که رنگ و جهت هست به شبکه هم گفته میشه. شبکه مثل عنکبوت، تور عنکبوت که به فارسی هست بهش آغ، örümcek ağı یعنی تور شبکه. حالا به اینترنت هم دوباره به جای اینکه بگن شبکه اینترنت میگن آغ. حالا اینترنت آغ یا هرچی هست. Ağı nuş etsem gerek. İki gözüm cari gülür. Gülür. Bilmem kimi görsem gerek. Yağlığı kim verdik bana. Verdin bana. Yağlığı kim verdin bana. Ben gözlerim sülsem gerek. Silsem gerek ihtimalen. Silsem gerek. Öldürme ki seni anarım. Derdinle ben ölsem gerek. Aynadır sedrün senin. Anda bozum sürsem gerek. Seversem gerek. Aynadır sedrin senin. Sadr sine. Aynadır sedrin senin. Anda buzum söversem gerek. İki bütün arasına. Bud. ران. iki bütün احتمالاً به معنی بوت هم باشه ولی اینجا iki bütün arasına balık kimi yüzsem gerek. نه این بیشتر ران رو میگه. iki bütün arasına balık kimi yüzsem gerek. ما ترانی دهی gelse را. Da ya şayedem da. Üstünde ben batsam gerek. Sayiyi لیزو سنبورو. حالا این دیگه رفت دوباره چیز جان ایلبن امسم گرک. حالا اینجا یه چیزی نوشته که سایه‌ی لیزو سنبورو. حالا این دوباره رفت احتمالاً تو همون چیز ولی جان ایلبن امسم گرک. امک، حالا اینو چجوری ترجمه بکنم؟ مکیدن. ادرا به من زندم. اینجا دیگه قاطی میشه، من دیگه بقیهش رو نمیتونم بخونم. بریم صفحه 28 PDF که از این کتاب خارج بشیم، بریم کتاب بعدی. حالا کاش اینجا یه مقدار برگردیم عقب‌تر ببینیم یه لغتی میتونیم در مورد تاریخ اینجا ببینیم. یتشور حفظی، یتشور مبتدیه bu kitap. Yetişir hifzi, yetişir mübtediye bu kitap. Bu lügatler kuvvetiyle bu liser çok fetibab.
فاعلات 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 فاعلات. این وزن شعر. بحر غمدن اوگویان ارباب دل بلور نجات. حالا اینجا رفت به اینجا دیگه، من چیزی نمیبینم از اینجا. هازا لغت و اربعه تالیف ادن خانوی، اسمش خانوی فیلسوفیکی، احتمالاً حالا یا یونانیه یا روسه، نمیدونم، شاید هم ترک، به هر حال یه مدتی چیز. هازهی امثلت لسان العربی و لسان ترکی و لسان yunani ve lisan farsi 4 lisan üzerine tercüme ve beyan olunmuştur. به تألیف کریدی هانوی حافظ ابراهیم افندی. خب این چی شد؟ کریدی هانوی حافظ ابراهیم افندی. حالا این حافظ ابراهیم افندی کسی که این کتاب رو احتمالاً ترجمه کرده، نویسندش اون بوده، اون هرچی که بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی شرف الانسان و زینه بالنطق واللسان و اکرمه علی سایر المخلوقات و فضل من شاء من عباده بالفصاحة والاهتداء الى تمیز اللغات و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد سید العرب و العجم و افصحهم من نطق و تکلم منزع علیه فی الذکر المحکم. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم و علی آله و اصحابه مصابیح الظلم و ینابیع الحکم. و بعد حالا ببینیم از اینجا به şöyle معلوم ola ki زبان خلاف فارسیدür. زبان خلاف فارسیدür و یونانیده افعال و اسماء مشفقه احتمالا یا مشفقه بهتره. نسق واحد üzerine gelmiyor. اکثری خلاف قیاس المقن امثله مختلفه یونانی بعد الایراد به حسب طاقت مصادر کثیره جمع edip her bir مصدرون خداسنده واقع صحیفه ماضی و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول و امر غائب و حاضر و نهی و مجهول و ماضی و مضارع دهی تحریر و تصدیر edip عیان بیان ettim زیرا. حالا دیگه نمیخوام ترجمه بکنم برای اینکه به نظرم خیلی ساده نوشته، بس به سرعت میخونم که ببینیم که این کتاب چی هست و بسیار مسائلی رو داره نوشته. بعدش هم رد میکنیم، میریم چند تا مسئله رو که نوشتیم صفحه رو بریم اونها رو ببینیم. زیرا bu کلمات کثیره ثمانیه یعنی هشتگانه و مجهولون اکثریسی خلاف قیاس المقدن ضبط و انضباطی متأثر اولدقی اربابون معلومیدر. حالا زبان یونانی که این همه زبان ظاهرا لاتین بهش گفته میشه، اگر شاید همون نیست، نمیدونم، ظاهرا زبان علمش کردن در این 100 سال اخیر، 200 سال اخیر. میگه کلا غیر بیقاعده است، داره قاعده نیست، برعکس زبان ترکی و زبان عربی که قاعده بسیار قاعده مند هستن، میگه این قاعده نداره. بناءن علی ذالک سیاق ثمانیه‌ای مقابله صحیفه ارائت و ماضی و مضارع مجهولی مصدر ازینن فبنده اشارت فوبینده یعنی چی نمیدونم، حالا اینم نمیدونم، ازینن فوبینده اشارت و سیغ باقیه
مجرد دوائل معلوم. حالا این چی میشه؟ مجرداتو ایله معلوم المغل ترک و ترح اولون مشتر ancak iştiyak ne vecihle olmanın beyani ehem ve elzem olmakla beyanine şuru بعد از این امثله مختلفه و مترده لری دخی ایزاه ادلم فی الاشتقاق. اگر ماضی üzerine lime cazime manasına olan bir lafz zanni idhal edersen cehdi mutlak olur. Cehd mutlak ya hacd mutlak, این دیگه نمیدونم. مثلا اماسه کلمسی که علم معناسی نده، حالا این یونانیه، اماسه یعنی علم، اماسه کلمسی که علم معناسی ندور زنه کلمesini idhal edersen ettikte زنماثه. اگر زنه که حالا یه کلمه است دیگه، باش میخواد ترکیب بسازه، زنه کلمesini idhal edersen زنماثه olur که معناسی örgenmedi منفیه، örgenmedi demektir. Ancak avail mazi ve muzari'de ve sair ef'alide olan hamzaat üzerlerine edat geldikte hasf olunup bazı kere hasfiden evaz nun dahi verilir. حالا این کلمه رو حذف میکنن، به جاش نون میذارن بعضی کلمات. و زنه لفظ حاسی بعد الحذف ما قبلدکی نونون ما بعدنده که همزه محذوفنın harekesi nakl olunur irse diyecek yerde zesere. irse yerine diyecek ki حالا اینی که میخواسته بگه irse diyecek yerde zesere زترسره. حالا اینجوری یه چنین چیزی شسنه دیجک محلده. حالا دیگه اینا رفت اونجا دیگه، خیلی تخصصی شد. داره توضیح میده که چه اتفاقی میفته در لفظ یونانی که ما چیزی نمیدونیم ازش، در نتیجه برای ما فقط چیز میمونه. امثال یونانی فی امثله المختلفه الیونانیه، از اینجا هم بگذاریم که همش یونانی. مضارع مجهول و اینها رو هم میگه که حالا ازشون اسم میسازه و اینها. فی بیان المصادر العربی و الفارسی و ترکی و یونانی. العلم دانستن، بیلمک یونانیش چی میشه؟ گوزما. العربیش هم که القراءات، خواندن به فارسی. حالا خواندن okumak iz یا uzma، iz یا uzma اینم یونانیشه. الکتابتو، حالا این کتابش شروع کرد نوشتن الان شده در ایران، این میگه نوشتن. کتابت نوشتن، yazmak اغراما اونم یا الامرو فرمودن، buyurmak. الامرو عربیش، فارسیش فرمودن، buyurmak ترکیش اورزما، اینم یونانیش. مجیع آمدن، gelmek اورزما. الاتیان آوردن، اتیان الاتیان آوردن. getirmek فوما. از ذهاب رفتن. gitmek یوما. العقود نشستن. oturmak. حالا اینا بعضیاشون انگار فارسی نداره، این فارسیشو ننوشت. مثلا چی بود این؟ از ذهاب رفتن نه گفته
گتمک یا ما العقود نشستن. اتورمک فارسی رو نوشت این فاسزما اینم که چیزه. القیام برخاستن. قالمق سگوما. الاکل خوردن. یمک فوما. الشرب نوشیدن. ایچمک ابشما. السماع شنیدن. اشتمک اغزکما. النظرو دیدن. گرمک دویما. التکلمو گفتن. سویلمک مبلما. العملو کار کردن. ایشلمک دوزلمه زولما. حالا الیونانی دیگه بقیه‌شو ولش کنیم، اینجا رو بریم ببینیم که دوباره اینجا مثلا گفته که از سترو پوشیدن. ارتمق اسکه بیازما. الحرقو سوختن. یانمق فایما. الدهول درون آمدن. ایچرو گیرمک یازما. الخروجو برون آمدن. تشره چقماق اویما. الربدو حالا همینجوری بستن یا بغلمق. به اینجا این کتاب خوبیش به اینه که هم کلمات فارسی رو، هم کلمات عربی رو، هم کلمات ترکی رو و هم کلمات یونانی رو صداگذاری کرده، استانداردش کرده تا به اون شکلی که در اون زمان این کلمه رایج بوده در میان علما و ادبی، یعنی در میان اهل سواد و ادب و معرفت، اونها چجوری کلمات رو می نوشتن و می خوندن و همون سبک اینجا محاوره نیست دیگه، زبان میشه گفت یه نوعی مکتوب اداری اون زمان هست یا استاندارده، بر اساس اون صداگذاری کرد و این خیلی خوبه. ما میتونیم الان اینجا فارسی رو، عربی رو، ترکی رو مقایسه بکنیم. لسان اربعه شد بیان. بذاریم اینجا چیه؟ الاخذو گرفتن، توتمق ایشازما، البیع فروختن، ستمق بولیما، الشراء خریدن، ستون المق آغورازما، الشفاعتو خواستن، دیلمک زیما. حالا دیگه از اینها بگذاریم یه مقدار بریم بالاتر، صفحه 43 بریم، صفحه 43 ببینیم که این صفحه 43 چی بود که قرار شد ما بخونیم. عنایت ربانی بر لمصادر حسن ختام و احسن وجه یوزره تمام علوب لکن انسان. حالا اینجا یه مقدار عقب‌تر بریم که اینجا انگار یه مطلب بسیار مهمی داره میگه. آلونن کندیندن گوکمک ارمز ما. نه هنوز مثل که اینجا لغت ها رو داره. اروسمه ارومی، البلا بوسیدن، چرومک سایما آسیا. اینجا نه این نیست. عنایت ربانی بیرلا مصادر حسن ختام و احسن وجه یوزره تمام علوب لکن انسان نسیانیدن مشتاق علمقین صحب خطادن خالی علمدقی بدیهی دور بناعن علیهی اشبو کتابده حرکات و سکنات بابنده صحب علمق احتمالینی دفعیتون bir گچ قانون ایراد الدم. یه چند برای این که میگه در این کتاب به سهو و غلط راه نده، اومده چند تا قانون نوشته که گفته آقا بر اساس این قانون ها من این کتاب رو نوشتم، کلمات رو هم باید برای اینجا نوشتم. اول زمت غلیظ اقتضا ادگی محلیده عدم حرکت بیرله موسوم میدور. قانون ثانی کاف عجمی اولان گرده نقطه سلاسه صغیره ایله. ببین حالا داره اینجا یعنی
جاف، جفتن، جربه، انگور، انجور، اینها. میگه که کاف عجمی اولان گرده نقطه ثلاثی صغیره ایله معلوم مدر. قانون ثالث کاف صغیره چی؟ نون غریبدür. نونونه چی؟ نونه غریبدür و نقطه واحده ایله منقوطدür. کاف صغیری که میگه مثل نون هست، نونه غریبدür و نقطه واحده ایله منقوطدür. منقوط یا نقطه دار. قانون رابع لسان یونانیده واقع کاه فریب یا قریب اولان. کاه قریب اولان قاف geldikte مثل کاه به کاه، مثلا بگیم به کاه قریب یعنی شبیه که هستش. اولان قاف geldikte bunun dahi fokine 3 nokta vaz olunmuştur. Cim فارسی یعنی چه. cim فارسی 3 nokta ile mevsum olduğu eşherdir ve dahi bir ismi muannes üzerine harfi cer geldikte ol harfi cer bir lafzi ای، اگر آخرش به ای تموم میشه باش ای مینسه و مذکر olduğunda bir لفظ حالا او هست مثل تو نوشته تباب الحاق اتمک قاعدسی کلیه دور. خب اومده برای یک کتاب قاعده نوشته که دیگه همه بر اساس این بخونن این کتاب رو، هر کسی بر اساس خودش نخونه. حالا بعد مثال هایی رو زده، گفته که اینجا گفته، حالا مثال هایی زده که من آبوتو چارسی این یونانیه. آیو تیی این هم گفت یونانیه، ای آخر رو میخواد بگه. و بتو ناکبی بتوناکبی و بتوناکبی اولی ثانینون، حالا میگه ikinci. اولون مثالیدür. حالا اینم اولون اون کافی که گفت برای چیز. کذالک اسم اشارته مشار الیه مذکر. حالا اینم که دیگه متوجه شدیم که در رابطه با کتاب برای قانون می نویسه که چجوری زبان رو، الفبا رو اینجا در کتاب نوشته، اون حروفی که در یک زبان هست و در زبان دیگری نیست اون رو چجوری باید بنویس، این نوشته و بخونه. حالا از اینجا قواعد دیگه میاد دیگه. من به نظرم میاد که من نمیدونم قبل از این هم در این رابطه قانون نوشته شده باشه یا نه، ولی اینجا داره قوانینه که امروزه در لغتنامه ها استفاده میشه. اول لغتنامه ها اون حالا چه انگلیسی باشه چه هر زبان دیگر، عربی یا ترکی یا فارسی باشه، الان دیگه لغتنامه ها پر از این صداها، حروفی که صداها رو چیز میکنن، نمایندگی میکنن. یه مقدار بریم بالا. فی البحر و ما فیه. حالا اینجا در مورد حیوانات دریایی صحبت میکنه که من حالا یکی از اینها فی بیان المعادن. معادن منظورش آهنالاته، نه اینکه معدن به مفهومی که ما اینجا میخونیم. در زبان عربی معدن و معادن به معنی فلز و فلزات میاد. معدن از ذهب زر، آلتون، خرساگی، خرسافیه، الفزه سیم، gümüş. İsmi Asimina ya Asimika. النخاس mis. حالا این فارسیش احتمالا mis شد. بافر یا باغرı پاغرı یا باغرıya. ارساز ارزیز، گلای حالا من اینو ترکیشو میدونم، اصلا فارسیشو نمیدونم، ارزیز هستش. گلایا. از زبیگ
سیماب، جوا، جواز یا جواز، جواز است. رساد الاسود، سرب، رساد الاسود، سرب، گورشون. حالا این یونانیش ملیوی، حالا از اینا بعدن اعضای بدن. بذارید این رو ببینیم چی میشه. من فقط یه یونانیشو نمیخونم برای اینکه برام سخته. الرأس، سر، باش. الدماغ، داخل این مغز، مغز، بینی، بین یعنی اینجا بینی، البته بینی. الجبهه، پیشانی، آلن. القفا، حیره، القفا، حیره، اکشه. این حیره فارسیش، این قفا چی هستش؟ هیره، ببخشید، هیره، اکشه ترکیشه، اکشه. الانف، بینی، برون. الاذن، گوش، کلاه. الحاجب، ابرو، گاش. العین، چشم، البته چشم، göz. الحدب، مژگان، احتمالا مژگان، کپریک. الجفن، حالا این جفن پیله، göz qabağı، این. الخالو، خال، بن. ما به این خال که در صورتمون هست یا بدنمون هست بهش میگیم چی؟ ترکی میگفتن بن، احتمالا با 2 تا نون، یا بن. الحد، رخ، صورت، این قسمت کله. لناف، این احتمالا لناف باشه ترکیش، نمیدونم. لیناق. الفم، البته نه ببخشید، فم دهان، آغوز. الزغن، زنخدان. آنن، احتمالا این زنخدان گفته، ولی آنن احتمالا آلن اینجا باشه. الان ما میگیم آلن، احتمالا در روش آنن بوده. الشفه، لب، دودق. السن، دندان، دیش. البزاق، خدو، فارسی خدو، تکرک یا تکرک. المخاط، خلم، فارسی مثلا خلم گفته، سمک، آب دماغ، ما میگیم فرتق، سمک. در عثمانی اینجوری بوده. البول، چمین. مدن، نمیدونم، متوجه نشدم این یعنی چی. بول که میدونیم چی هستش دیگه. حالا مایعی که از بدن جاری میشه، بیرون میاد. چمین. سدیک، احتمال این سه هستش. سدیک، ما امروز سدیک میگیم، سدیک. الغائط، اون که یه مقدار سخت‌تره، خشک‌تره، جامده، اون. کمین. بوگ. ما امروزه این رو با پ میگیم، نه با ب. البته در ترکیه با ب گفته میشه، هنوز در ترکیه با ب میگن. الخلا، خالاچا. آیاقیولی، جالبه اون زمان هم آیاقیولی میگفتن، حالا هم میگن. خراتین، سغولجان.
حالا دیگه سغلجان دیگه، یک نوع کرم، انگل. الکف، کف، ایه، آیه احتمالا یا ایه. السبعو، انگشت، پارمک، پارمک. الشعرو، موی سر، ساج. شعر مزفور، مرغول، örülmüş saç، örülmüş، hörülmüş، بافته. خب دیگه این خیلی دلم میخواد این رو بخونم برای اینکه واقعا من خیلی از اینها رو نمیدونم. خیلی حیفه که اینها رو آدم نخونه. خیلی هم زیبا نوشته، 4 تا زبان رو در کنار هم. بذار ببینیم اینجا چی میگه. فی بیان وصف الانسان، الانسانو مردم، آدم. ترکیش آدمه، عربیش الانسانه، فارسیش مردم. از ذکرو، نر، ارکک. حالا اینجا یک الاناس احتمالا باشه، الاناس ماده، دیشی. ما هنوزم اینو دیشی میگیم دیگه، به کار میبریم. المرأتو، زن، قاره، زن، قاره. از زوجو، شوهر، گوچه. از زوجین، جفت، جفت. الفردو، تاق، ارکن، تا ارکن. الابنو، حالا اون الفردو یا الفرد، تاق، ارکن، این نمیدونم حالا چی. فرد یعنی فرد، یعنی یک. اینجا یه چیزی نوشته معنیشون منه. الابنو، پسر، پسر، البته پسر نه، پسر، اغل. البنتو، دختر، قز. الباکرتو، دوشیزه، قز، اغلان. نگاه کنید، ما از اینجا مشخصه که بر زبان ترکی به فرزند انسان گفته میشه دو اغلان. اگر پسر بود که میگفتن اغلان، اگر دختر بود میگفتن قز اغلان. جالبه این، یعنی از کلمه اغلماخ احتمالاً اغلان، اغلماخ، دوغلماخ احتمالاً از اون اومده باشه. دوغل یعنی زاده شدن. حالا اینجوری. العجوز، پیرزن، گوجاگری. از شیخو، پیر، گوجامان. گوجامان یعنی پیر، شیخ. از شیخ الفانی، پیر فرتوت. بک، گوجامان، پک، گوجامان، خیلی پیر دیگه. الاخ، برادر، گرینداش. الاخت، خواهر، قز گرینداش. دوباره همونجا. الان در ترکیه همینو دارم میگن، قز کردشیم، قز کاردشیم. هنوز دارن اونو به کار میبرن، ولی ما دیگه رسیدیم به اینکه باجه و گارداش جدا کردیم از هم. الاختو، خواهر، قز گرینداش. الصبیو، کودک، چوچوک. الاب، پدر، بابا. ترکیش بابا هست. جالبه، نمیدونستم. من فکر کردم که این ترکیش بابا نیست. این بابا چقدر رفته، در همه زبان ها رفته. مادر، آنا. آنا، البته اینجا آنا نوشته، نه آنا، آنا ننوشته، آنا. از زبیب، پسر زن، احتمالاً زن پسر یعنی نه، حالا پسر زن احتمالاً یعنی ögey oğul، ögey oğul. الربیبه، دختر زن، ögey kız. الخال، خال، دایی. العم، دارر پدر، عموجا. ما این در ترکی عموجا. الخالتو، خواهر مادر. خواهر فارسی اسم نداره، خواهر مادر با صفت اومده. خالا، ما میگیم خالا.
العمتو خواهر پدر. حالا اینو نمیتونم بخونم. تپره هست، تیره هست، تیزه، 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 البته تیزه. ابول زوجه، زن پدر، زن پدر. گاین آنا، گاینانا، گاین آنا. ام زوجه، زن مادری، گاین آنا. دوباره همون زن پدر زن مادر، همین گاینانا. ما هر دوتاشو گاینانا میگیم، اونا زن پدر زن مادر. الجدو، حالا اینا گفتن به تا büyük بابا. الجدتو، مادر بزرگ یا بزرگ مادر، büyük آنا. فی عیوب الانسان، اینم که در مورد انسان ای باشه. فقط این دوتا فارسی و چیزشو میخونم، همین سه تا رو بخونم. الاعما، نابینا کر. الاسم کر صغیر، صغیر. الاخرس بی زبان، دلسیز. الاحزب گوز پشت، گانبور، گانبور. اونجا گان جمع شده انگار، گانبور. الاعرج لنگ، توپال، توبال البته نوشته. الاقرع کل، başı tüysüz, başı tüysüz kel. Kebirul batn, buzurg şekem, qarni böyük. Kebirul şarib, buzurg, buzurg burut. Bığı böyük, bığı, bığ. ما امروزه هم bığ میگیم. در ترکیه bıyık میگن الان امروزه، ولی ما bığ میگیم هنوز. Bığı böyük، bıyığı böyük احتمالاً bıyık. القلیت، یا قبلیت، باد کند، دبه. دبه نمیدونم یعنی چی میشه، باد کندم نفهمیدم. المجنون مدهوش، دله. خیلی اینا خیلی جالبه، این لغتنامه خیلی جالبه. یه جورایی من با اینکه با لغت رابطه خوبی ندارم، ولی این منو میکشه که اینا رو بخونم. الاقلق بی ختنه، سنتسیز. سنت در زبان عربی رسم و رسوم، آداب این هست، ولی ما ازش یک کلمه ساختیم به نام کسی که ختنه نشده. الالصع، تنگ زبان. پلتک، پلتک. همین فکر می‌کنم الان در تبریز پلتک، پلتک دیله، پلتک، پلتک. الخرفان یا الخرگان، فرتوت، بنامش. المعرض دلاله، پزونگ، پزونگ، دلاله. جالبه این المعرض دلاله، عربیش از عربی گرفته این رو. پزونگ احتمالاً کسی که نمیدونم، من فکر میکردم پزونگ یه شغلی بوده به نظرم در گذشته. اینها تو کوچه ها و خیابان ها راه میرفتن، اون حیوانات و انسان ها که حالا تولید کرده بودن، اون بیرون اومده بود، اونها رو جمع میکردن و میبردن بیرون شهر. حالا مثلا بعدش هم اینو احتمالا میفروختن به مزارع اینا. به اون شغل پزونگ من اینجوری فهمیده بودم و این یه فحش بود تو آذربایجان در قدیم. مثلا در 50 سال پیش مثلا یکی رو میخواستن حالا فحش بدن، خیلی بهش میگن پزونگ، یعنی کسی که حالا خیلی بی‌ادب اگه بخوایم یه مقدار زمخت حرف بزنیم، گه جمخون، اسمش پزونگ گه جمخون به کار برده میشد. ولی اینجا انگار که برای پزونگ برای دلال ناموس گفته میشه دیگه، خیلی باز نکنم.
القحبتو روپسی رویسی اوروسپو. احتمالا این از کلمه روس ساخته شده که ما روس نمیگیم، اوروس میگیم در زبان ترکی. احتمالا اوروسپو یعنی کسی که حالا یا روسیه یا با روسی رابطه داره، یه چنین اسمی، یعنی فکر میکنم از اونجا، حالا نمیدونم. المعبون مخنث، اینم بازم عربی آورده فارسی، ابنه. خب این این ابنه هستش که دیگه. الغلام مؤتی، الغلام المطیع خز، پشت. این حالا چی هستش نمیدونم، پشت در ترکی پشت شده، پشت یا چی هست نمیدونم. از سائلو خواهنده دیلنجی. الکبیر بزرگ، büyük. العظیم اولو. الصغیر که، küçük. کلمه کوچک از فارسی رفته از ترکی رفته به فارسی. میبینید الصغیر که در فارسی، که در ترکی küçük. الطویل دراز uzun. القصیر کوتاه، ببخشید کوتاه. قصه همین که امروز هم قصه بدون تشدید. قصه در گذشته، الان ما امروزه با تشدید به کار میاریم. قصه. العریض پهن یا بهن. انلو Türkçesi. الوسط میان، orta. الحافه کران، کنار هم ظاهرا کلمه ترکی هستش. اینم کناره هم که اسم یک نوع فرشه که عرضش کم طولش زیاده، اسمش کناره هست. دیگه چی هست؟ کنار، از کلمه کنار چی داریم که ساخته باشیم؟ حالا همینجا دارم فکر می‌کنم. العالی بلند، yüksek. الاسفل پست، alçak. الثقیل گران، ağır. الخفیف سبک. بینی یینی، احتمال نمیدونم، این خوندنشو بلد نیستم. دستیه این نمیدونم چی، احتمالاً بینی هستش. بینی خفیف، بینی یا بی ظاهرا این دو نقطه بوده، یکیشو پاک کردن. از اینجا یش میشه این رو حدس زد که اولش با ب بعد یه بی یا نی داره یا یینی داره، اینجا میشه بینی خفیف. از سمین فربه سمیز یا سمیز. نگاه کن اینجا سمین فربه سمیز، این کلمه ترکیشه، کök عوض نه سمیز. التحیف لاغر، النحیف اونم النحیف لاغر، arık. الحشن درشت، یغون. الرقیق یا رقیق، بله، تنگ. یفگه نازک، چیزی که نازک باشه، یفگه. رقیق یفگه. الناعم نرم، یمشق. الناشق هشت گروه. گروه ناشق، خشک. اونم خشک باید باشه، خشک نیست، خشک باید باشه. اون علامت رو گفت، حالا من اینجا یهو یادم اومد که خشک بدون نقطه گذاشته دیگه، خشک شده. الطری تر، تازه. کلمه تازه هم احتمالاً تازه از ترکی رفته به فارسی. الفارس سوار، اتلو. الراجل پیاده، یایا. البعیه
البعیه düz دوز uzak دور uzak فارسیش دور اینم البعیده پس البعید حالا بذار این من جزدوکمو بزنم اینها رو بهتر شاید ببینم البعید دور uzak القریب نزدیک یقین یقین مثل یقین چیز نوشته میشه عربی که یقین الدیم یعنی یقین یعنی یقین الان نمیشه یقین میگیم یقین الصدقو راست gerçek الکذبو دروغ yalan الداخلو درون آینده girici الداخلو درون آینده girici الخارجو بیرون آینده çıkıcı الغالی گران بهالو بها کلمه ترکی هستش بهالو یعنی باhalı این کلمه بها و بها اینها از ترکی رفته به دیگر زبان ها الرخیص ارزان ucuz الملچ احتمالا نیک ایو یا الملیح احتمالا باشه نیک ایو این روزه ایو گفته میشه ایو القبیح زشت چرکین اینم فارسی رفته چرکش رفته به فارسی دیگه چرکین چرک از کلمه چرک ساخته شده چرک کیر هم از این هستش از این ساخته شده به فارسی هم رفته الحسن خوب دلبر نگاه کنید دلبر برای اولین بار اینجا میبینید که برای زیبا حسن خوب دلبر به معنی خوب نه به معنی زیبا رفته اینجا به معنی زیبا نیست دلبر به معنی خوب از زبان ترکی رفته به فارسی اینا خیلی خوبه من اینا رو که دارم میخونم هوس میکنم زبان ترکی این کتاب رو بخونم برای اینکه من الان خیلی از این کلماتی که فکر کردم فارسیه الان میبینم که ترکیه المنظر القبیح بد روی çirkin yüz الجایع گرسنه آج البته اینجا یک کلمه دیگر هم هست پیناز نمیدونم که این آیا ترکی هست یا یونانیه اینو نمیدونم از شعبان سیر توق خور اینجا یه خورم نوشته که نمیدونم به معنی چی هستش خور الغلیط یا الغلیظ ستبرقبا ستبرقبا پاشی یا باشی الحی زنده این یه چیز دیگه شد پاشه الغلیظ ستبرقبا پاشی ترکیه حالا این پا شدن احتمال از اینجا باشه نمیدونم این پاشی الحیو زنده دیری کلمات رو اینجا چیز کرد یه مقدار کنار هم المیتو مرده ölü الاکبرو مهتر پک büyük امروز این کلمه پک در ترکیه به کار برده میشه میگن پکی این به کار برده میشه یعنی عالی خوب اینجا هم پک büyük یعنی خیلی büyük en büyük مثلا الاصغر کهتر پک küçük دوباره کوچیک اینجا اومده از صحیح تندرست ساغ المریضو خسته حالا خسته فارسیه حالا نگاه کن فارسی گفته اینجا خسته رو ولی اینجا نگاه کن سیرو ترکیش سیرو بوده با سات هم نوشته سیرو یکی از دوستان من این رو خیلی به کار میبره سیرو وقتی با هر کسی صحبت میکنه میگه مثلا سرماخوردگی داشتم میگه سیرو tutmuştum یا سیرویدم القبلو پیش ön پیش العبدو پس سون
حالا این العبدو سون در ترکی یعنی آخر، المحین آسان، گلای Türkçesi گلای، از صعبو دشوار، güc güc olsun. güc به معنی زورم هست، زور، güc یعنی سخت، دشوار. الکثیرو بسیار، çok. القلیلو اندک، az. الازبد پیشتر. پک زیاده، کلمه زیاد اینجا برای از که احتمالا از عربی اومده به ترکی، احتمال میدم، یا از ترکی رفته به عربی، نمیدونم. پک زیاده. الاقلو کمتر، پک az. النظیفو پاک، آرı، آری، مثل آری نوشته شده، آرı، آرı یعنی نظیف، تمیز، آرı. النجسو مردار، مردار ترکیش موندار، موندار. العدو دشمن، دشمن، هر دوتا دشمن گفتن. از صاحبو دوست، یار. برای اولین بار کلمه صاحب که عربی هست در هندوستان هم خیلی به کار میره، برای در پاکستان و هندوستان و حتی در افغانستان هم به کار میره. مثلا در ایران برادر یه زمانی به کار برده میشد، الان دیگه به کار برده نمیشه، برادر یه فشه. از صاحب در اونجا به کار برده میشه برای همه. دوست، یار. برای اولین بار اینو من توضیح دادم، حالا اینجا نگاه برای اولین بار میبینم که به دوستم میگه یار. حالا این رو خیلی من توضیحاتش رو در یه برنامه کامل دادم، فکر می‌کنم 30 دقیقه درباره این کلمه یار، مشتقاتش اینا صحبت کردم. العتیق دیرینه، دیرینه، احتمالاً دیرینه هستش، دوتا یه داره پشت سر هم. اسکی. الجدید نو، ینگی یا یگی، یعنی ببخشید، یعنی. از صادقو راستگو، doğru söyleyici، doğru söyleyici. الکاذبو دروغگوی، yalancı. از زائدو پیش، artık، artık. الناقصو کم، eskik. الواسعو فراخ، geniş، geniş aman geniş، geniş ya geniş. السیگو تنگ، تار، دار، امروزه دار گفته میشه، تار، تار با تی دست دار. الخیرو، ببخشید خیر، کلمه خیر تیکی، ایلن، خیر، الخیر عربی، تیکی فارسی، ایلیک، ایلیک، ای گفتیم خوب، خیر میشه ایلیک، ایلیک. الاشرو eleman بدی، kötülük. الشرو بدی، kötülük. الغریبو بیگانه، yabancı. العاقلو خردمند، عقلی، الان در آذربایجان ما عقلی. الاحمقو مدهوش، فارسیش اینه، دلو. الغنیو توانگر، زنگین و رنگین رفته به فارسی. الفقیر جدا، یخسول. این جده هم از ترکی رفته به فارسی، اینو هم میدونم، مطمئنم. جده sözünden değil. برای کوچیک،
و تحقیر و شوخی گفته میشه، یعنی یکی رو خیلی دوست داشته باشی یا تحقیرش بخوای بکنی میگی گده. از جتمک گلمک ساخته شده، یعنی این کلمه ساخته شده باشه احتمالاً باید دوستانی که زبان شناسن بیان اینجا. الفقیرو گدا یخسول، المتیقظ بیدار، اویانق خیلی این کلمه زیباست، اویانق. النائمو خسبیده خسبنده، اویوجی. از سکران مست سرخوش کلمه ترکیه، نگاه کنید. حالا سر رو هم اگه یه جای پیدا بکنیم که از شجاعو دلیر، ایجیت یا ییجیت. الجبان ترسان، گرخاک امروزه در مورد آذربایجان گرخاک. القویو سخت، قطی یا قطی. از ضعیفو سست، جوشک. این خیلی زیباست، خیلی زیبا، جوشک. فکر نمی‌کردم این به این معنی ضعیف باشه. البته خب میدونستم که فلان جوشکته، فلان کس جوشکته، اینو خیلی شنیده بودم، ولی فکر کردم یعنی خیلی حرافه. ولی این چون که مثلا جوشمک یه چیزی رو جویدن معنی میده، فلان کس sözün جوشیر یعنی هی داره تو ذهنش میچرخونه، حرافه، حرفش رو تو ذهنش میچرخونه. حالا اینجا میگه نه، این به معنی ضعیفه، جوشک یعنی خیلی آدم چیز دیگه، حالا حراف. الگارو پایدار، yerinde durucu. الفارو گریزان، قاçıcı. فیل لبوسات احتمالاً لباسات. بذارید ببینیم چی میشه. اشاش دلبند، دلبند. جالبه این دل رفته به فارسی، دلبند. المتاعو کالا، گماش فارس ترکیه. الامامتو دستار، سارق سرمه، اینو چند بار گفتیم. فلنسوح برتله، گاووک. احتمالاً این گاووک بادکنکی که امروزه گفته میشه به این دارن میگن، نمیدونم. الگمیس و پیراهن، کونک یا جملک میشونه باشه. الان امروزه جملک دارن میگن در ترکیه، ولی اینجا گنلک خونده میشه، گنلک یا همین دیگه. احتمالاً جنلمک هم هستش، یه میمی اینجا میبینم اما نمیدونم قبل از لام هستش بعد از لامه، اینجاشو تشخیص نمیتونم بدم. الکمو آستین، ین یک، یکی از اینا باید باشه. از زیلو دامن، اتک. الگلاده گردنبند، بوغزلق. ما بهش چی میگیم الان در آذربایجان؟ بوغزلق نمیگیم، میگیم اسم خاصی داره. üzük، sırga. این یه لغت خاصی در آذربایجان داره. اینجا سرقا به گوشواره میگن، این یه لغت خاصی داره، این بوغزلق نیستش. الیاباس جامع، اسواب، ما اسواب به کار میبریم با سه نقطه نوشته. شلوار، سراویل، شلوار تون، همین که امروزه دون گفته میشه که ملاها هم از بالا به پایین میپوشن، زنا هم از اینجا تا پایین میپوشن، این دون هستش. علنگه شلواربند، اوچگور احتمالا. الخزام کمر، گوشاک رفته به فارسی که به کار برده میشه، گوشاک. الخف
موزه. حالا این یه نوع کفشه دیگه. آدن یادم. السوارو. حالا دیگه بقیهشو خیلی تخصصی شد، من باهاش رابطه خوبی ندارم. حیوانات هم خوبه آدم بخونه. الحسانو اسب آت. الحجرو مادیان قصراگ. ببینید المهره تای، فارسی نداره، این رو فارسیشو ننوشته، گفته که خالی، جا خالی. المهره تای، اسبی که جوانه هنوز چیز نشده. البغلو آستر گاتر استر گفته میشه در فارسی به گاتر. الجملو اشتر دبه. الغنمو میش قیون. غنم الاسنا. حالا این قیون چی میشه ترکیه؟ میش ماده، فارسی میگه اینجا انگار ترکیشو ننوشته یا نداره. مازیا، نمیدونم این مازیا ترکی هستش یا چیزه یونانیه، نمیدونم. الهیمارو خر. اشک امروز ما اشک میگیم، اشک. البقرو گاو. صغر. الجاموس گاومیش سو صغره. العجلتو گاوکه دانا هم احتمالاً دانماخ از دانماخ. دان به صبح که داره از به انگلیسی هم رفته احتمالاً. صبح که داره از تاریکی میاد بیرون به اون میگن دان. حالا دانا هم از اون ساخته شده احتمالاً. دانا هم احتمالاً باز از همون ساخته شده باشه، حیوانی که داره یواش یواش میخواد بزرگ بشه دیگه. الثور گاو نر. ارکچ صغر. البقرتو گاو ماده دیشی صغر. المعز بز گچی. التیس بزبز. بزبز ارکچ جشکی. حالا نمیدونم بزبز یعنی چی. از سقانو کوسفند دنبالی. گوروگلو گویون. الخروف بره. گوری ترکیش هم اینه. الجدیو بزچه. اغلق. القطو گربه کدی. احتمالاً از ترکی رفته به انگلیسی اینا شده مثلا کت. الهرتو گربه ماده دیشی کدی. خب دیگه از اینجا باید وارد حیوانات چیز میشه، از اینها بگذاریم. اینجا تشبیه حروف ادوات بیاننده داره. حروف جاره به طبع لسان یونانی ده تکوز دور. 9 تا حروف در حروف لسانی چیز هست. امدی آنلاری دخی السنی اربعی ایله بیان ادلیم. هر birine bir misal irad edelim ki kema yenbeği روشن و هویدا اولا. اول کسی از صاف معناسına olan باب Türkiye'de تعبیری bunlardır. İkinci باdır. حالا دیگه از اینجا بعد وارد تخصصی میشه که من دوباره اینها رو نمیدونم، خیلی برام به خصوص در زبان ترکی واقعا من. و تعلم اللغت فإنها مفتاح معلوم و اجلس مع العلماء و اهرب من الجهلاء و لغت را بیاموز. حالا اینجا بذار ببینیم فارسیش کجاست. و علم لغتی öğren. علم ve ilm lügati öğren. Zira ki lügat ilmi ilimlerin miftahidir.
علما ایله اتور جهلادن گچ. اینا شعر دیگه. حالا بعد چند تا اینو ترجمه میکنه انگار. پس اینجا گفته لاکن نگن بغیلنا ان یتحمل الا روز سمنی. حالا اینجا روز السمنی و اللحم و القبول المطبوعه ولكن لا یقدر کی اورایه برنج و ساده گوناگون که امروز رفته جوناجون. جالب، از کلمه جون ساخته شده، جون و جوناجون اون شده جوناجون سبزه و اوت داشت یلم. جالب بود، اینم اینجا به یادمون افتاد یه چیزایی هست. بذار ببینید اینجاها چیزی برای ابتدا و ابیات یونانی. خب دیگه با ابیات یونانی کاری نداریم. ادلون لسان اربعه ایله، عربی و فارسی و ترکی و یونانی، عدد شمار سایه. اینم که هیچی ازش بگذاریم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 یا 20 21 22 23 24 25 بنده. اینجا حالا یه چیزی اضافه شده. 26 27 28 29 همینجوری میره. بذار ببینیم. نمیخوام بقیه‌اشو بخونم چون همین اعداد رو بذار اگه شد از 1000 به بعد بخونم. بذار ببینم. هزار بین 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 20000 30000 40000 60. اینجا 50 رو ننوشته، کلا اصلا برای هیچ زبانی ننوشته. 60000 70000 80000 90000 100,000 200,000 در فارسی نوشته 200,000 300,000 300,000 برای فارسی 400,000 400,000 400,000 400,000 500,000 500 اونم 500,000 600,000 اونم 600,000 600,000 700,000 700,000 800,000 900,000. حالا اینجا ببینیم که بعدش 900,000 باید برسه به
1,000,000 ببینیم چی کار میکنه. 10 100,000 10 100,000 10 100,000 10 100,000 دیگه عدد تکرار میفته. بین کره بین، میلیون رو حالا اینجا چی گفت بین کره بین، 1000 بار 1000، بین کره بین کره بین. تموم شد اینجا اون شمارش ها تموم شد. تمت الاسماء شماره ها بیت برای شمارها. یا سلیمان هذا الاعداد احفظها ولا تنسانی من الدعاء، ای سلیمان این شماره ها را ازبر کن و مرا فراموش مکن از دعا. ای سلیمان bu اعدادی ezberle ve beni دعوات خیریeden unutma. در هر 4 زبان اینها رو دیگه. اینجا کتاب تمام شد که حالا من میخواستم ببینم که آیا اینجا یه چیزی، اینم جلد کتاب رو باز کرده. ما میبینیم که این جلد از 3 قسمت تشکیل شده، روی جلد، اول جلد، آخر جلد و دریچه‌ای که مثل کیف میاد و میبنده بالای کتاب رو. این از این. خب امروز با یک کتاب خوب آشنا شدیم. من که لذت بردم دوستان با این کتاب، خیلی جالب بود برای من، برعکس کتاب لغت‌های قبلی. این برای من شاید به خاطر اینکه یه مقدار خیلی به روزمره نزدیک‌تره و من با روزمره آشنا هم، برای همین برام جالب بود. اما لغتنامه‌های قبلی خیلی تخصصی و بر اساس یک متد علمی نوشته شده و تمامی کلماتی که من اصلا نمیدونم، نشنیدم، نخوندم و محروم و موندم ازش نوشته میشه، بر همون اساس اونها رو نمیتونم. به هر حال کتاب خوبی بود. من یه شیرجه عمیق‌تر، حالا اگر تا دیروز 1 متر رفته بودم، حالا 1 متر و 1-2 سانت داخل تمدن فکری، معنوی، عاطفی، اخلاقی ترک‌ها وارد شدم و از مهندسی جهل به همون مقداری که داخل آبم دیگه، اون ظلمات این مهندسی جهل به داخل این دریاچه و اقیانوس زبان ترکی، فرهنگ و تمدن ترکی، اقیانوس فکر و مکتوبات تمدن مکتوب و تمدن فکری ترک‌ها نمیرسه. در نتیجه هر چقدرم که من در زندان جهل مهندسان جهل مونده باشم 60 سال و تمامی وجودم و عقلم به اون آغشته شده باشه، حالا که من داخل این هستم، چه بخواهم چه نخواهم، ذهن من، عقل من، وجود من اینها رو جذب خواهد کرد به تدریج و جای اینها جای خودشون رو با فارسی و زبان دشمن، دیدگاه دشمن جابجا خواهد شد. اون از بین خواهد رفت، تضعیف خواهد شد و از بین خواهد رفت و این تقویت خواهد شد. روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم و امیدوارم که لذت ببرید.